دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان در شهر خوجند سال 2024 به چهارگانه بهترین مؤسسه‌های عالی کشور شامل شد. در این باره دیرکتور دانشکده جلیلزاده عبدالرشید عبدوکمال اطلاع داد. بنا به معلومات او دانشکده در روز ملی اطلاعاتی اراسموس در بین 48 مؤسسه‌های عالی کشور بهترین دانسته شده به چهارگانه بهترین داخل گردید که این دستاورد نظر است در سال 2024 بود. ما در بین مؤسسات تصنیف عالی جمهوری تاجیکستان در چهارگانه بهترین قرار داریم. در دانشگاه در عین زمان 46 نفر دانشجویان خارجی تعلیم گرفته هستند. آن 11 گروه‌هایی که در دانشگاه تعلیم گرفته هستند با زبان انگلیسی اینا پورا با شهروندان تاجیکان میباشند و این 46 نفر دانشجویان خارجی اینا بسیاری آنها از جمهوری ازبکستان میباشند و یک نفر از فدراسیون روسیه، یک نفر از جمهوری مردمی چین میباشند. ضمن نتیجه گیری از فعالیت یک ساله دانشکده اطلاع داده شد که دوام سال 2024 28 نفر دانشجویان دانشکده برای مبادله اکادمی و آموزش به خارج کشور سفربر شدند. حجم عمومی استیپندیه‌های پرداخت شده از حساب برنامه مبادلوی اراسموس در سال تحصیلی گذشته 45130 یورو را تشکیل نمود. یک معلومات دیگر وابسته به همین چیز ما همین سال توانستیم زیاده از 82% ختم کنندگان خود رو در جایهای کارهای دائمی سفربر کرده باشیم. یک قسم دانشجویان همه ساله به ادای خدمت حربی میروند و یک قسم وابسته به شرایط عائلوی فرزندان میشه کار نمیکنند، لیکن 82% ختم کنندگانی که از 760 نفر ختم کردند 629 نفر جای کاری دائمی یافتند. گفته شد که سال 2024 دانشکده را 760 نفر دانشجویان ختم نمودند. طبق اطلاع رکتور دانشکده از تعداد عمومی دانشجویانی که دانشکده را ختم کردند 630 نفر یا خود 82% ختم کنندگان صاحب جایهای کاری گردیده با معاش خوب تامین شدند. ختم کنندگان دانشکده در کارخانه و تشکیلات‌های بانکی، مقامات انداز، کارخانه‌های صنعتی و دیگر تشکیلات‌ها کار و فعالیت کرده ایستادند. فرزانه شمسیوه، پرس تیجی، شهر خوجند.